نقطه‌های خوراک تستایور رو که طلبات به غذای آن هم زیاد است، حالا در دوشنبه سر هر قدم دیدن ممکن است. اکثریت برای صرفه وقت و مبلغ در برابری درس و کار از هات‌داگ، همبرگر یا نان پلو و شاورما خوراک‌های زودپخت در این نقطه‌ها استعمال می‌کنند. مثل زمیرک که میگوید برای خوراک نصف روزی وقت زیاد ندارد. основной маба тестайор выгнутар да. ха кори ман чигун шида вайба намешада. وقت کم می‌گیرد. مقامات در تاجیکستان از ویران شدن ترکیب غذایی ساکنان نگرانی میکنند. غذای ناسالم و یک رنگ و هم از معیار زیاد به تاکید طبیبان تاجیک باعث به بیماری‌های دیگر از جمله بسیار وزنی گرفتار شدن ساکنان شده است. در برابر سبب‌های دیگر طبیبان یک عامل را در استعمال زیادی خوراک‌های زود تیار می‌دانند. وقتی میگوییم که ویرانشوی ترکیب غذا، ما در نظر داریم از معیار زیاد استعمال نمودن گوشت و محصولات گوشتی که در ترکیبشون چرب زیاد است، یا اینکه شیر و محصولات شیری که در ترکیبشون چرب زیاد است، یا اینکه از معیار زیاد استعمال نمودن شیرینی‌ها و یکی از دیگر سبب‌ها این استعمال نمودن غذایی که از نقطه‌های سودای تستایور غذا و در اونجا بسیار مواد صنعی استفاده میبرند که به سلامتی انسان ضرری جدی دارد. یک پژوهش اخیر متخصصان در تاجیکستان معین کرده است که 28% اهالی وزن زیاد دارند و حدود 5% نورسان به بیماری فربهی گرفتارند. مشکل فربهی اخیراً در جلسه حکومت کشور هم مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر داشت وضع اقتصادی و اجتماعی و زیاد شدن فربهی میان ساکنان، مقامات برای اصلاح وضع برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذایی سالم را قبول کردند. اگر در بین اهالی فیصد زیادی بیماری فربهی وجود داشته باشد، خرج اقتصادی یعنی بودجه ساحه تندرستی تا 6% برای برطرف نمودن نتیجه های بیماری فربهی روانه کرده می شود. طبیبان میگویند نادرست استعمال کردن خوراک که اکثر وقت به بیماری فربهی آورده می رساند باعث پنهان شدن بیماری های زیاد از جمله فشار بلندی، سکته دل، سکته معده سر، سنگ تلخدان، دیابت قند، سرطان سینه و سرطان روده قفس می شود. سید جعفر عثمانوف وکیل مردمی میگوید بیشتر محصولات سبزواتی در شرایط غیر طبیعی پرورش می‌یابند. در همون پرنیک خوب یعنی تروبه ها میگذرد. در اونجا مثلا بعضی آب‌های هستن که غذاهای صنعی شیمیایی دارن، یعنی حتی دینکه همون پمیدور چیز دیگر میکند. مقامات میگویند ساکنان هنگام استعمال به غذانوکی خوراک باید توجه کنند که باعث به بسیار وزنی و بیماری‌های مختلف میشود. در نوبت خود ساکنان به ترکیب غیر طبیعی بعضی مواد خوراکی اشاره میکنند که قسمی آنها از خارج کشور وارد میشوند. نگرانی از غذای ناسالم و وزن زیاد در حالی است که قبلا مسئولین سازمان جهانی تندرستی از اهالی خواسته بود نامگوی غذای خود را تغییر دهند. بنا به توصیه‌های این سازمان جهانی 50% غذای یک روزه یک نفر باید میوه و سبزیجات باشد و هفته 150 دقیقه خود را آنها باید به مشق بدن ببخشند.